سلام. توی این ویدیو قرار تکثیر بنجامین رو بهتون آموزش بدم. اولین کاری که برای تکثیر بنجامین باید انجام بدیم گرفتن قلمه از گیاه مادری. خب برای گرفتن قلمه بهتره که از پایین گیاه شروع کنیم و ساقای جانبیش رو جدا کنیم تا یک ساقه مستقیم برای ما بمونه. بعدم هر جاش که ساقه اضافی داشت اون رو حذف کنیم و به عنوان قلمه استفاده کنیم. خب مرحله دوم باید قلم‌هایی که گرفتیم و به اندازه مناسب در بیاریم که حدود 15 تا 20 سانت کافیه. برای گرفتن قلمی باید به چند تا نکته توجه کنیم. خب یه قلم شامل چند تا بند پایین که ازش ریشه در میاد باید باشه. و چند تا هم برگ باید داشته باشه. اگه تعداد برگ‌ها زیاد باشه یعنی قلم گرفتن سخت میشه. برای گرفتن قلم بهتر قلم‌ها رو یک بار بشوریم تا اگه شیره‌ای دارن و خاک روشونه از بین بره. خب من اینجا از 2 تا بستر برای کاشت قلم استفاده کردم، یکی پرلید و یکی هم مخلوط پرلید و کوکوپیت. قبل از اینکه قلمه ها رو بکاریم بهتر بستر رو خیس کنیم که بعد از کاشت قلمه دیگه نیاز نباشه آبیاری کنیم. مهمترین نکته توی گرفتن قلم آبیاریه. همیشه آبیاری بیش از حده که باعث میشه قلم ها خراب بشه. چون قلم ها ریشه ندارن برای همین این آبیاری که ما میکنیم جذب گیاه نمیشه. فقط باید ما روی رطوبت رو حفظ کنیم تا گیاه تحریک بشه و ریشه بده. بستر کوکوپیت شانس قلم ریشه دادن بیشتری نسبت به کوکوپیت و پرلیت داره، چون یه بستری که آب زودتر از دست میده. برای همین وقت شما سریعتر آبیاری کنید این آبش رو از دست داده. ولی توی بستر پرلیت و کوکوپیت چون آب نگه میداره خیلی باید توی آبیاری دقت کنید که آبیاری بیش از حد گیاه رو انجام به گیاه ندید. ولی خب مزیتی که بستر کوکوپیت و پرلیت دارن اینه که ریشه های قوی تری از گیاه خارج میشه و یعنی گیاهی که به شما میده یه گیاه قوی تریه نسبت به پرلیت خالی. نسبت کوکوپیت و پرلیت هم بستگی به خودتون داره چقدر میتونید این رطوبت کنترل کنید. اگر هرچی کوکوپیت رو بیشتر کنید این کنترل رطوبت سخت‌تر میشه، ولی کار شما راحت تر میشه چون زمانهای آبیاریتون بلندتر میشه. یعنی هر 15 روز یک بار نیاز به آبیاری کنید. اما توی بستر پرلیت این زمان کوتاه‌تر، شاید کم توی یه هفته خاک کاملا خشک بشه و نیاز به آبیاری باشه. برای آبیاری قلم هم بهتره فقط سطح خاک رو نمدار کنید
نیاز نیست که کل خاک رو خیس کنید که آب از ته گلدون خارج بشه. ممنون که تا آخر ویدیو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.